به نام خداوند بخشنده مهربان با عرض سپاس برادران گرامی و خواهران عزیز و بینندگان ارجمند به برنامه بازشگاف خوش آمدید. همراه برادر باباجان قیومزاد هستم و مرور به اخبار و حوادثی امروز خواهیم کرد. مقامات موجود تاجیکستان میگویند که تو یکمی انور شماره شهروندان تاجیکی از حق سفر به روسیه محروم شدن و 333 به بیش از 333 هزار میرسد. یعنی 333 هزار تاجیک از یعنی دیپورت شدن. با چی؟ با سبب های خیلی کم. و خود مقامات هم این رو میگویند. تا دیروز مقامات تاجیکستان در مسئله مهاجرت میگفتن که در تاجیک خصوصا در انتخابات رئیس جمهوری 2013 میگفتن که 600 و چند نفر 600 هزار نفر است، ولی امروز میگویند که نه، این عدد 3 مهاجران کاری هستند. یعنی قبول دارد که 1 میلیون تاجیک هستند. اینهایی که میروند میآیند، اون تاجیک هایی که در اونجا هستند و شهروندی گرفتن یا سالهای دراز اونجا هستند و بر نمیگردند، اونها حساب نیست. ببین این واقعا که روسیه که با مشکلات اقتصادی مواجه هست و مجبور مثلا این کارها رو دست به این کارها میزند و در برابر اینکه دپورت میشوند برای اون تاجیک هایی که در اونجا هستند با اینکه ارزش روبل اینقدر افتاده است، باز پتنت های گرانی پرداخت میکنند. بله. یعنی واقعا شهروندان تاجیکستان حتی اینجا میگویند که با کوچکترین اینکه در یک جا خطا کرده است در وقتی ماشین راندن یا پلی تلفن را نداده است، همون اینها سبب شدن که بچه های تاجیک، مهاجرین تاجیک چی کار کنند؟ دپورت شوند. بله. ببینید شما درباره مهاجرت حرف میزنیم، من واقعا از آینده خیلی نگران میشم، چون که الان دیگر اکثریت اینها نمیتوانند به روسیه سفر کنند. بله. تمام اینها عائله دارن که مثلا حدودی 4-5 نفر حداقل 4-5 نفر را میخورانند. بله. حالا شاید یکی از سبب‌های اونه که 4 برابر کم شدن ورود پول مهاجران، یکیش همین باشد، یکی از دلایل. بله. و دیگرش این است که الان من نگران از اونم که اصلا حکومت ما هیچ به فکر آینده این مهاجران نیست. فکر نمیکند که این 300,000 نفری که اینجا امسال از حق ورود به روسیه ممنوع شدند چیکار میکنند در تاجیکستان؟ بله. اونها فردا کجا میروند؟ بله. به جای اینکه بیایید به ریش و به سطر و به اینها چخه شوید، بیایید برای مردم زندگی درست کنید، بیایید برای مردم جای کار تامین کنید، کاری کنید که این 33,000 نفر فردا 333,000 نفر فردا دزد رهزن نشوند، فردا همینها گرسنه مانند. اگر میبینید که چی بلایی به سرتون میارن. این واقعیت است. این واقعا برای حکومت ما یک بانگ خطر است. ولی مثل اینکه حکومتداران ما به فکری برایشون هیچ چیزی مهم نیست یا آمادگیشون برای چیزی دیگری هست، نمیدونم. چون اگر اونها این قضیه رو درست درک کنند، باید الکی بانگ خطر میزدن، یک کمیته مخصوص تشکیل میکردن، یا اینکه اون گروهی فوق العاده مثلا برای اقتصاد تاجیکستان که یک کاری میکردن یا جای کار تامین میکردن، رشد اقتصاد با وجود می اومد. امروز واقعا وقتی با داخل تاجیکستان صحبت میکنید شما، مردم واقعا در حالت سخت مشکل و ولی در رسانه‌های رسمی تاجیکستان می‌بینیم که چندین کارخانه ها شدند و چند هزار آدم صاحب کار شدند و اینها زیاد دیده می‌شود. بله زیاد دیده می‌شود، ولی در همه جا باز همون خبرهایی را می‌خونیم که بعد از یک هفته بعد از افتتاحش بسته شد کارخانه. بله. یا اینکه اعلان بسیاری اونها که اعلان نمی‌شوند. ما خیلی کارخانه‌های دروغینی هست که واقعا هم یک ساخته میشن، مثلا افتتاح میکنن به نام فلان و کزان و یک چیزی میکنن و بعدش دوباره از کار ماندن. بسیار این از یک طرف. از طرف دیگر آخر من مطمئنم که با این نلاگ و انداز و با این فسادی که در تاجیکستان است، هیچ کی در تاجیکستان کارخانه نمیسازد.
باز در زمستان هم برق نیست که این هم بخصوص این هم تاثیر دارد. تاثیر دارد. یک نفر نمیخواد که در یک کشور برود نیم سال کار کنه، نیم سال دیگر کار کردن نتوند. این واقعا یکی از سبب‌هایی که گریز سرمایه در تاجیکستان این نبودی برق است. یکی از کلون روس پیشنهاد کرده است که یوری اولی تیبی برای مهاجران هم پولی شود. از اونها پتنت رو اینقدر قیمت کرده ایستادن، در برابری همه این باز میخواهند که یعنی این مقامات روس هم باز میل کردن به سوی جیبی مهاجرین، یعنی اشتهاشون بلند شد. بعد از اینکه پتنت رو بسیار کردن و خیلی فایده های هم گفتم گرفتن، باز میخواهند که یوری اولی تیبی برای مهاجران چی شود؟ پولکی شود. این هم دوباره مرا به یاد همون گپی برزو می اندازد. وقتی در وطن خودمان، در واقعا هم وقتی در وطن خودمان برای هر یک وارد شدن به هر یک چیز پول طلب میکنند، اونجا میمونند. بله. در ما رشوه میگیرند، در اونجا میخوان قانونی کنند. طبیعی است. ملتی که در وطن خودش غلام است در اونجا هم غلام میشود. چیکار کرده میتونی؟ یعنی شما باور دارید چی طور پیش بینی میکنید که آیا این پیشنهاد روس در این وضعیتی که روسیه قرار دارد احتمالاً قبول شود؟ ببینید، برای روسیه مهاجر تاجیک مهم نیست. برای روسیه اقتصاد خود روسیه مهم است. وقتی که مهاجر تاجیک رو قبول میکند به خاطر پیشرفت میداند که مهاجر تاجیک به اقتصاد روسیه چقدر فایده میآورد. و این هم یعنی یک نیروی کاری بسیار ارزان، نیروی کاری بسیار ارزان و به حقوق، هیچ چیزی طلب نمیکند. این با کی لازم نیست. روسیه این رو میداند و این قانون هم به خاطر اقتصاد روسیه اگر لازم داند روسیه بدون شک این رو هم قبول میکند. بله. همچنان که پتن رو بالا بردن، چیزهای دیگری رو کردن، اینم میکنن، مشکل نیست برای اونها. بله. امروز 19 ینور هست و اکی سهراب شریف خدا رحمتش کنه در همین روز سال گذشته از دنیا گذشت. سهراب شریپوف، اون دانشمند توانای تاجیک، سیاست شناس معروف و رئیس پیشینی مرکزی تحقیقاتی نزد پرزیدنت. بله. سهراب شریف واقعا هم یک انسانی فرهیخته که اون مسائل درک میکرد و واقعا این رو میگم که تنها کسی بود که شخصیت پرستی رو نمیتونست. بله. تملق و چاپلوسی رو نمیتونست. بله. و برای همین کاراش بود که و شخصیتی خودش حفظ کرد و همه او را دوستش می‌داشتند. چی مخالفان، چی موافقان در حکومت یا در بیرون، همه مردم به سهراب شریپوف احترام خاص داشتند. انا همین خصوصیت بود که او را ساخت. که امروز شما اگر واقعا میگم اینا، شما یک بار نگاه کنید، اگر ما در داخل حکومت مثل سهراب شریپوف ها افراد می داشتیم، ما امروز به این حال نمی اومدیم. حکومت ما به این حد نمی رسید. ولی افسوس که مثل سهراب ها از ما می روند یا اینکه در اون حکومت جایی ندارند. بله. واقعا هم در برابر اینکه استاد سهراب شریف خدا رحمتش کند یک سیاست شناس بود، یک آدمی بسیار چی بود، در برابر همه این باز موضع گیری های جسورانه جوان مردانه هم داشت. اونه که در 40 سالگی حزب نهضت اسلامی با اومد شرکت کرد و صحبت رو کرد، سخنرانی کرد. واقعا برای این کارش هم سرزنی شد، ولی برای استاد سهراب شریپوف ملت مهم بود. بله. برای اون وطن مهم بود. هر چیزی که میگفت واقعا هم رقیبی یعنی سالم بود. درست است. ای کاش رقیبان در تاجیکستان همه رقیبی سلیم درکی مثل سهراب داشته باشند از رقابت. کاش که همگان رقابت رو مثل سهراب بپذیرند، مثل سهراب بفهمند، مثل سهراب درک کنند. ولی افسوس آزادگان نظری چند نفر را در باره استاد سهراب شریف آوردند که آیا نبودن او احساس می شود. مهمانشاه شریف زاده دانشمند تاجیک میگوید که سهراب روحش شاد و یادش گرامی بود، توانست واقعیت مریضی تاجیکستان را بشناسد و او در پی ساختن یک
فضای سیاسی سالم سیاسی تاجیکستان بود. واقعا مردانگی عقلی داشت که از دانش و تجربه عمیق او درک میداد. عبدالله رهنما کارشناس مسائل سیاسی هم در این باره گفته است من نه تنها خواننده بلکه یک دوست و شاگردشان البته نبودن او را احساس میکنم. البته احساس میکنم که یک مشورتچی به غرض، یک سینه صاف، یک کسی که تجربه او برای راهنمایی به ما خیلی مهم بود امروز کم شده است. و او باز میگوید که خصوصا حلال بودن در کار و بی‌غرض بودن از خصلت‌های نیک او بود. در یک خانواده زیایی روسته و تمام خصلت‌های یک زیایی زاده را در خود داشتند. دیگر این که بسیاری مردی باسواد و در ساحه خود صاحب سخن. یکی از چیزهای استاد سهراب هم سخنوریش بود. همیشه نفرانی رو که با مشکلی نزدشون می آمدن دستگیری میکردند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان هم در این باره گفته است از نقطه نظری وظیفوی هیچ کدام ما خالی نمیماند، یعنی از نگاه وظیفه. اما او میگوید که لیکن جای شخصیت های چون سهراب شریپوف، جای محبت به آنها، ضرورتی شخصیتی مثل سهراب در جامعه همیشه خالی میماند و آن را هیچ کسی دیگر پر کرده نمیتواند. سیف الله سفروف واقعا خوب میگوید، ولی واقعا اگر خیلی خوب میشد که همین موقعیت را در برابر دیگر کسها هم میداشت، یعنی آنهایی که فرزانگان داشتن و آنها را متاسفانه با تروریست و با چی متهم نمیکرد. و اینم همینی که گفتیم استاد سهراب شریپوف یک جوانمردی داشت، یک موضع‌گیری های مردانه داشت. کاش سیف الله سفروف هم چنین جوانمردی می داشت، حداقل در برابر موضع‌گیری، در برابر محیدین کبیری و رهبر حزب حداقل یک نرمیش یک می داشت بهتر بود. ولی به هر حال سیف الله سفروف هم آدمی تا حدود منطقی هست، ولی میدونم که در این شرایط نمیتواند که از بعضی چیزها گذشت کند و اگر شاید بعضی سخنرانی هاش به خاطر بعضی مثلا ملاحظه های خاصی خودش است، ولی امیدوارم که روزی میرسد که یک سیف الله سفروف نقش سهراب رو میبازد و دوباره میتوند برای ساختن یک فضای سیاسی سالم در جامعه یک نقشی بگذارد. اون ژورنالیستانی که با جانهایشان واقعا بازی میکنن، اون آدم هایی که روشن فکر هستن ولی در داخل هستن و این چیزها رو میگوین، واقعا هم جوی استقبال هست و احترام، باید ادای احترام به آنها داشته باشیم. دیگر خبری که این هست که یک ژورنالیستی قرقیز میخواهد رئیس جمهور قرقیزستان المازبک اتامبایو رو به دادگاه شکایت برد و شکایت برده است و احتمالاً ماهای چند روزی 18 روزی 28 انور این پرونده علیه رئیس جمهور بررسی شود. قرار است که 28 انور بررسی شود و این در آسیای میانه اولین حادثه و اولین رویدادی هست که رئیس جمهور یک کشور به دادگاه می رود و علیه او پرونده باز می شود و هم یک سام قرقیزی خواسته است برای در به خاطر اینکه اون جبران معنوی اون پیشتر این ژورنالیست او رو این ژورنالیست دادگاه اون رو از اون جریمه خواسته است، گفته است که شما در حق رئیس جمهور برای که فتنه انداختن دیگر انداختن شما مقصر هستید و اون رو از اون جریمه حدودی 33,000 دلار طلب کرده بود و یعنی یک چیزی که پیشتر با این ژورنالیست با رئیس جمهور مشکلاتی پیشتر هم داشتن و بعد رئیس جمهور این ژورنالیست به دادگاه شکایت برده است که به خاطر آبرو ریختن اون به خاطر این من از رئیس جمهور شکایت میکنم و حق جبران و جبران پولی 1 سامان یک سام 12 درم خواسته است. بله این هم واقعا این هم در یک کشوری که همسایه کشوری ما و در کشور ما متاسفانه داریم رو به اتوریتری و شخصیت پرستی بی سابقه
اونجا پرزیدنت رو به دادگاه میارند بله تا که مردمی بودن دموکراتی بودن رو اثبات کنن. بله. اینجا پرزیدنت رو پیشوا میسازن بله. تا نمیدونم چی رو اثبات کنن. پیشوا نه تنها پیشوای ملت و زن اون را هم پیشنهاد شده است که پیشوای زنان ملت، زنان اسلامی کشور و شود و احتمالاً دیگر های دیگر هم انتظار بودن ممکن است. یعنی نه تنها ببین دوستی عزیزم، وقتی که رئیس جمهوری که در سری قدرت هست اون رو به دادگاه یک ژورنالیستی عادی میکشد، واقعا جای فکر است و باید فکر کنیم. در کشور ما امروز رئیس جمهور با اون قرار پیشوای ملت از تمام جوابگاری ها آزاد شده است. حتی بعدی از ریاست. بله. یعنی درست است که اینها فایده ندارن. این قانون ها تا وقتی هست که شما هستید در قدرت. بله. برای که هر کسی که این کارها را کرد، هم در ترکیه، هم در امریکای شمالی جنوبی و هم در کشورهای عربی فایده شون نکرد، زیرا آنکه تا وقتی که این شما هستید این قانون ها با فایدهتون است، ولی وقتی که رفتید دیگر این فایده ندارد. پس برای همین این قانون ها را تصویب رساندن نرساندن دیگر اون قدر فرق زیاد نداره. درست است چند ورق اضافه می شود. بله. یک گروه از وکیلان مجبور هستند چند چیزا رو تغییر بدن، ولی در عمل همون است که اگر شما تا وقتی در رئیس جمهور هستید شما یعنی هر کاری بخواید میکنید، اما بعدی رفتن دیگر این قانون ها کسی رو فایده نکرده است. حتی در ترکیه سالهای 80 یکی از همون انقلابچیان عسکری همین قانون ها رو کرده است و نوشته است که فرضاً مثلا نام ترکیه نام این کشور ترکیه بیرقش چنین و سوم گفته است که نباید همین در همین کانستیتوسیون آمده است این سه بند چی شوند تغییر وارد شوند. یعنی این یک قانون است دیگر که قابل تغییر و قابل اجرا است و واقعا هم دوست عزیزم این است که ما در یک وقت ها خصوصا سالهای 2009 یا بعد تا 2006 و 5 اینها در آسیا میانه بعد قرقیزستان واقعا جایگاه خوبی رو داشتیم. بله. یعنی از نگاه آزادی بیان، از نگاه رقابت سیاسی وجودی، حتی اینکه من مثلا سال 2011 حتی 2011 از روسیه می آمدم به تاجیکستان، از راه آمدیم همراه دوستان در این مرزی قزاقستان و ازبکستان چنین بدرفتاری مردم مقامات ازبک را نسبت هم شهروندان خود دیدم، حیران شدم. گفتم الحمدلله که در کشور ما به این حد نیست. یعنی کشور ما یک نوع امتیاز داشت در شوروی در این منطقه آسیا میانه، ولی متاسفانه امروز داریم آهسته آهسته به همون سمت رفتیم و شاید بدتر هم شده است. یعنی اون چیزی که فعلا پیشوای ملت و دیگر هست در ازبکستان همسایه رسما وجود ندارد. یا مثلا این چیز در قزاقستان بود آمد و دیگر متاسفانه ما داریم در یک جایی هستیم، ولی قرقیزستان با اینکه یعنی همسایه هستیم و اینها توانستن که یک نوع دموکراسی رو در کشور خود حفظ کنند و این دموکراسی سبب شده است که مهاجران اونها هم صاحب ابرو نسبت بیشتر از ما باشن، نسبتا خودی مردم هم جرأت بیشتر دارد، ولی در ما داریم که همه را غروری تاجیک و شخصیت تاجیک رو سرکوب میکنیم، میشکنیم، میزنیم و تنها یک عائله میماند و دیگر همه در مشکل. بینندگان گرامی و هموطنان عزیز، این بود برنامه بازشگرد. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر شما باد. شاد و موفق و کامروا باشید. خب سلامت باشید.